یکم عجیب نیست؟ تیبو کورتوا دروازه‌بان رئال جدیدن داره یه توپایی رو در میاره که تو مطمئنی گل شده ولی میگیرتش. برا من خیلی سوال بود که چجوری چنین سیوایی میکنه. رفتم تو پیجش، چند تا از پستاش توجهمو جلب کرد. ایامی که بقیه بازیکن‌ها میرن تعطیلات، کورتوا همیشه سرگرم مسابقات فرمول 1. دیدم یه چیزایی داره دستگیرم میشه. خودش گفته از بچگی به فرمول 1 علاقه داشتم، الانم با شبیه ساز همیشه مسابقه میدم. تقریبا فهمیدم چرا چنین دروازه‌بانی شده. سرعت واکنش یه راننده فرمول 1 10 تا 20 صدم ثانیه است. یعنی تو کمتر از 1 ثانیه باید تصمیم بگیره چیکار کنه تا تصادف نکنه. کورتوا همیشه درگیر فرمول 1 و ذهنش کاملا برای دروازه‌بانی آماده است. واکنشش خیلی سریعه. به خاطر همینه که توپا رو همیشه از روی خط در میاره. اما این چه ربطی به پیج من داره؟ داستانی که برات گفتم و دیدی؟ میتونستم بشینم کلا صحبت کنم ولی همزمان با حرفام یه سری تصاویرم بهت نشون دادم. به اینا میگن تصاویر بیرول. یعنی وقتی داری درباره یه چیزی حرف میزنی یه سری تصاویر مربوط هم نشون بدی که حوصله مخاطب سر نره، جذابتر بشه و مفهوم رو بهتر انتقال بده. تو ادیت خیلی به درد میخوره.